ترافیک ارگانیک سایتمون افت پیدا کرده. میخوایم ببینیم این افت روی چه صفحاتی هست و اون صفحات رو اصلاح کنیم یا حالا آپدیت کنیم. خب میایم بررسی میکنیم. از 14 اکتبر ترافیک سایت شروع کرده به کم شدن تا آخرین دیتایی هم که توی سرچ کنسول به ما نشون میده مال 25 اکتبر. پس ما میایم این 11 روز رو با 11 روز قبلترش بررسی میکنیم. این بازه رو خیلی کوتاه میگیریم، بازه 11 روزه، که اطلاعاتی که به ما میده اطلاعات دقیقی باشه و دقیق بدونیم توی این حالا افت ترافیک مربوط به کدوم صفحاته. پس میریم تو قسمت کامپیر و میخوایم 11 روز قبل رو با 11 روز قبلترش بررسی کنیم. پس میشه از 14 اکتبر تا 25 اکتبر و 11 روز قبلترش میشه از 2 اکتبر تا 13 اکتبر. خب بررسی میکنیم ببینیم که این افت روی چه صفحاتی بوده. برید توی قسمت پیجز و توی این حالت که حالا داره مقایسه میکنه میذاریم روی فیلتر رو میذاریم روی بیشترین افت ترافیک. میاد یا از 14 اکتبر تا 25 اکتبر رو دیتاش رو نشون میده، از 2 اکتبر تا 13 اکتبر رو هم که نشون میده. میبینید صفحاتی که بیشتر توی این 11 روز گذشته بیشترین افت رو داشته به ما نشون میده. حالا ما میتونیم هر کدوم از این صفحات رو باز کنیم ببینیم دقیقا روی چه کوئری هایی این محتواها افت ترافیک داشته. الان من یکی از محتواهای این سایت رو باز کردم که محتوا مربوط به بهترین قطره عفونت گوشه و میخوایم ببینیم که کوئری هایی که افت ترافیک داشته کدوم کوئری ها هستن. اولیش بهترین قطره برای عفونت گوش بزرگساله. من اگه این رو بیایم ببینیم که میشه آپدیت زد روی این صفحه، ببینیم این کلمه کلیدی رو چند بار استفاده کردیم. ببینیم تو کل محتوا این کلمه رو 2 بار استفاده کردیم. حالا میتونید توی محتواتون آپدیت بزنید این کلمه رو بیشتر استفاده کنید یا با کامنت مارکتینگ صفحتون رو آپدیت کنید روی کلماتی که ترافیکشون کاهش پیدا کرده تا باز دوباره ترافیک صفحات سایتتون برگرده.